همداران عزیز سلام علیکم. امروز 23 ایول سال 2025 می باشد. قرار داریم در باغ من دهه چهارباغ ناحیه ورزاب در نزد درخت پیستا. درخت پیستا با من گفتن که پیستا که 2 سال پیش نشانده 2 سال پیش نشانده همین درخت رو ما سال 2023 شناندیم. 24 من امسال 25 که ببینید که از قدیم بلند شده است. اینش به پیوند است. پیوندش رو نشون میدم. اینو ما خدا خواهد سال آینده پیوند میکنیم. 1 2 3 4 جوش پیوند میکنیم یا 5 جوش پیوند میکنیم. برای چی پیستا خیلی کلان شد؟ برای اینکه پیستا جوش رو یافت، سایبش رو یافت، آبش رو یافت، غذایش رو یافت. ما هر سال گیردیم پوبل کرده پورو میپرتویم و آب رو میخریم و سری وقت هر هفته ما این رو یک مرتبه آب میدیم. و من ببینید چقدر پیستا با قوت شده است. و من باور دارم که این بعد از 2 سال این پیستا با ما میوه میدهد. حاضر میریم پیستا پیوندی. همداران عزیز من ایستادیم پیش پیستا پیوندی. این هم رفیقمون به پیوند است و به پیوند رو ما پیوند میکنیم 2 سال پس بعد میوه میدهد. اینش پیوندی است. 2023 شنوندیم 24 من این سال 25 است. من از قدیم من بلند شده است. قدیم من 184 می باشد. این ببینید 2 زیاد شده است. این هم باشد جویش رو یافت، غذایش رو یافت. و پیستا هستی باز من نشون میدم به شما نشونامه‌اش دیگر است. این ببینید چقدر نشونامه خوب دارد. خدا خواهد من اینها رو نیز میگیرم از اینجا میزنم بهار. چون که من میخوام که انا از اینجا بعد 50 یادو درخت ما کنده شود و بعد چتر بری شود، یعنی زونتیک بری بعد بلند شود. از اینجا نهادن ادیات که در روی زمین میبیاید، راه رفتن قین میشود، غذا دادن و کار کردن قین میشود. برای وقت چی پیستا باشد چی چهارمغز باشد باید ما از اینجا انا از بلندی همین قدر نهادتیم این طرف نهاد انمی نهادهای پهلوگی باید از اینجا بیاید، از اینجا نبیاید. باز میریم دیگرش رو میگیریم. همداران عزیز من این پیستا هم 2023 شنوندیم. اینش نشونامه‌اش سوستر است لیکن اینا ببینید که علاقه 1 متر زیاد شده است. 1.30 شده است. این ولی با سالک سالخین‌تر میشد باز میدود یک هم قدر میشود. این هم پیستا پیوندی هست. همداران عزیز باز 1 2 تا پیستا دیگه نشون میدم به شما. اینش میبینید پیستا به پیوند است. سال گذشته شنوندیم. سال گذشته شنوندیم. یا همین سال شنوندیم. من سال گذشته شنوندیم بگمونم. اینو پیوند کردن در کار ببینید اینم چقدر با قوت شده است. همان گپ در سر آب و آذوقه. من این پیستا رو میبینید اینش پیوندی است. اینش پیوندی است. سال 2024 شنوندیم. من این سال دویم سالش است. من دوی همین سالا رو ببینید چقدر است. این دوی همین سالا 24 اینقدر دوید، من اینقدر 24 دوید، 25 اینقدر دوید که حالا بو میدود. همداران عزیز برای چی من پیستا رو نشون دادم؟ برای اینکه یک مخلصا گفتن پیستای شنوندگی تو نشونته این باغ 1 200 تا پیستا دارد میخیل. برای اینکه همداران عزیز پیستا مهنتش کم است، درآمدش بسیار است. 1 3 4 سال اول مهنت میکنید، بعد فقط درآمد پول میگیرید. پیستاهای ما پیستاهای ترکیه هست. ما امسال باز از ترکیه با پیستا میبریم. خدا خواهد نقشه در نقشه است. خدا خواهد این دفعه من باید در درون خاکش بیارم. هرچند من میرم هر سال ارزان میکوبم که خلق ما پولدار نیست و ارزان یابیم. ارزان تیم هرچند ارزان هم نه 120 تومانی میغلطه تا اینجا میبیاریم. امسال من در درون خاکش قیمت هم باشد اگر در درون خاک میبیارم تا اینکه شنونه دو گیرد تقریبا 150 تومان میشود. ده برای که وای 5 کیلو خاک دارد یک ماشین ده همگی همین 4000 دانه میبره دیگه 10000 و 15000 نمیبره و قیمت میغلطه. ده حسابی ماشین پولی از نرخش هم 2 مرتبه قیمت میشود در همینجا. من هم دارون عزیز کدام اگر پیستا زور کردن خواهد از ما درخواست کند. ما ماهی دکبر رفته پیستا بر میکنم. الکی آدم‌ها درخواست کرده سودان دیر نکنید چون که ماهی دکبر که من رفته من امسال دیگر ینوار فوریه نگاه نمیکنم. دکبر رفته میبیورم که به حضور بعد شینم در خانه چون که هر سال ماهی ینوار کسل میشوم و آخر دکبر کسل شده دیگر رفته نمیتونم. امسال حرکت میکنم که کسل نشده رفته بیورم. انم خیلی همداران عزیز از ما پیستا درخواست کنید نیحالش رو. من امسال حرکت میکنم در درون خاکش درون توبکش رو بیارم درون گلدانش رو بیارم تا که در زمین شنونمو به پتر یعنی که به خشکشوی و گیرد. در پناه خدا باشید.